به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتون جور و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از کتاب بیولوژی صنف هشتم را مطالعه میکنیم. این درس ما درباره انواع کرم‌های پهن است که صفحه 45 و 46 کتاب بیولوژی صنف هشتم هست. از شما میخوایم که کتابچه و قلم پیشتان داشته باشید، هم جاهای مهم درس را یادداشت کنین و هم خوب به درس امروز توجه کنین که درس ما بسیار درس دلچسب هست و بسیار به سادگی شما میتونین همه موضوعات درس امروز را یاد بگیرین. شاگرد عزیز، ما روز پیش درباره کرم‌های پهن خواندیم. با کرم‌های پهن آشنا شدیم، با مشخصاتش آشنا شدیم و گفتیم که بعضی از کرم‌های پهن است که به صورت پارازیت می باشه، یعنی بدن انسان و حیوان را انتخاب میکنه، داخل بدن اونا میشه و باعث ایجاد امراض میشه، مشکلات را ایجاد میکنه. گفتیم انواع مختلفی از کرم‌های پهنی که پارازیت هستن وجود داره. یکی از اونها رو نام گرفتیم که عبارت از شیستوزوما هست و دیگه درباره بر علاوه شیستوزوما گفتیم کرم جگر گوسفند و کرم کدودانه هست. ما درباره این کرم ها امروز میخوانیم. درس امروز ما درباره انواع کرم های پهن هست. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگرد عزیز، شروع میکنیم درس ما را از موضوع شیستوزوما. شیستوزوما چی هست؟ شیستوزوما یک نوعی از کرم‌های پهن هست که به شکل پارازیت می باشه، بدن را انتخاب میکنه برای ایجاد امراض. این کرم عامل یک نوع مریضی هست که اکثرا در نواحی گرمسیر ایجاد میشه. اگر ما بیایم و یک محیط را تقسیم بندی کنیم به نواحی گرمسیر و نواحی سردسیر، در نواحی گرمسیر این نوع کرم بیشتر یافت میشه و بدن را انتخاب میکنه تا ای که او را به همین مرض مبتلا کنه. ما به نام چی یادش میکنیم؟ به نام شیستوزوما. شاگردای عزیز، گفتم میتونیم لارواهای ای کرم پوست بدن شخص را سوراخ میکنه. لاروا یعنی امو قسمت هایی که خود امو کرمی که جدیدن متولد شده کوچک هست به نام لاروا یاد میکنیم. لارواهای شیستوزوما بدن انسان را، پوست بدنش را انتخاب میکنه، او را سوراخ میکنه و داخل بدن شخص میشه. وقتی که داخل بدن یک شخص شد یعنی میره و به خون میرسه. از طریق پوست میره داخل رگهای بدن، یعنی داخل میشه به سیستم بدن انسان که عبارت از خون می باشه و زمانی که به خون رسید از طریق خون میتونه که انتقال پیدا کنه و این کرم بره و به دیوار روده ها خود برسانه، به دیوار امعا یا دیوار روده خود میتونه برسانه و گفتم میتونیم که در اینجا مسیر عبور دوران خون را میبنده و باعث میشه که خود دیواره روده ها یا جدار روده ها خون ریزی کنه. یعنی مسیر عبور خون را وقتی که مسدود ساخت یا بند ساخت، دیگه خون به او ساحه نمیتونه رسیده و باعث میشه که تجمع او یک خونریزی را ایجاد کنه که ما میگیم خود دیوار روده ها خونریزی کرده و همچنان باعث میشه که به جگر هم صدمه برسانه. این کرم در خون انسان زمانی که هست میتونه تخم گذاری هم کنه و تعداد زیادی از تخم ها را تولید کنه. این تخم ها بعدا میتونه از طریق مواد اضافی از بدن اطراح شود، هم میتونه از طریق ادرار و هم از طریق مواد غایطه از بدن شخص طرح میشه. یعنی اگر شیستوزوما در بدن یک شخص باشه و شخص مورد آزمایشات را انجام بده، در او دیده میشه که امی تخمه ها در بدن او شخص موجود هست، چون از طریق مواد غایطه اطراح میشه، یعنی از دفع میشه و از طریق ادرار اطراح میشه و بر ما ایره نشان میده که در بدن این شخص یا در خون این شخص شیستوزوما وجود داره، لارواهایش وجود داره و در خون انسان تخم گذاری کرده تا ای که بعدا در اثر همون پروسه هایی که طی میشه این تخم ها از بدن دفع شدن و تست هایی که این شخص انجام داده مثبت آمده. پس ما این رو فهمیدیم زمانی که لاروا میآید از طریق پوست انسان وارد بدنش میشه، وارد خون میشه و از طریق خون میره به روده ها میرسه، در دیواره روده قرار میگیره، مسیر خون را میبنده، باعث بندش میشه، در اون ساحه خونریزی ایجاد میشه، دیوار روده ها خونریزی میکنه و باعث میشه که صدمه را هم در این ساحه وارد کنه و هم به
کبد یا جگر هم صدمه برسانه. و امی موجودیت کرم ها در خون یک شخص باعث میشه که کرم ها دیگه هم تکثر کنه، تعداد خود را افزایش بده، تخم گذاری کنه و تخم ها از طریق مواد غایطه و ادرار از بدن شخص خارج میشه. خب شاگرد عزیز، زمانی که از بدن یک شخص امی تخم ها دفع میشه، دوباره گفتم میتونیم زمانی که در آب قرار میگیره این لارواها دوباره میتونه خود بیایه و به بدن حلزون ها برسانه و در اونجا دوره زندگی خود دوباره تکمیل کنه و دوباره از طریق آب دوباره وارد بدن شخص شود. یعنی اگر شما خوب دقت کنین یک دوران را طی میکنه. ما این دوران را میگیم که وارد از دوران شیستوزوما هست که در بدن انسان و حلزون میتونه که این دوران را تکمیل کنه و باعث ایجاد امراض در بدن شخص شود. هم به روده های شخص و هم به جگر شخص مشکل را ایجاد میکنه و صدمه میرسانه. خب شاگرد عزیز، این بود بخش اول درس ما درباره شیستوزوما. حالا میایم درباره یک نوع دیگه ای از کرم های پهن بحث میکنیم که عبارت از کرم جگر گوسفند هست. کرم جگر گوسفند هم خیلی زیاد هست، نظر به تعداد واقعاتش گفتم میتونیم خیلی زیاد هست و مهم و ضروری است که شما دربارش معلومات داشته باشید. شاگرد عزیز، تخم های این کرم توسط مواد غایطه از جسم حیوان میایه به محیط خارج میشه. از جسم کدام حیوان؟ حیوانی که به این مشکل مصاب شده، یعنی دوران حیاتی را که به سر میرسانه چه قسم هست؟ زمانی که یک حیوان مصاب شده، تخم های این کرم توسط مواد غایطه از جسم همی حیوان مصاب به محیط خارج میشه و این تخم ها چه میکنن؟ به لاروا تبدیل میشن و میرن به میزبان دیگه خود که به نام میزبان وسطی یاد میشن، خودم میرسانن و میزبان وسطیشون عبارت از حلزون هست و بعدا دوباره همین لاروا از حلزون خارج میشه و گفتم میتونیم دوباره حیوان از طریق آب و علف هایی که میخوره میتونه دوباره به می مشکل مصاب شوه، یعنی یک حیوان دیگر را آلوده بسازه. اگر شما به می دوران خوب دقت کنین، یک حیوانی که مصاب هست یعنی در بدن او امی تخم ها موجود هست. تخم های امی کرم در بدن یک حیوان مصاب موجود هست و این تخم ها از طریق مواد غایطش دفع میشه و خارج میشه و بعدا زمانی که از طریق مواد غایطه او را دفع کرد، یعنی به این معنا هست که تخم ها در مواد غایطه او شخص هست و به محیط رسیده و به محیط خارج شده و گفتم میتونیم زمانی که به محیط خارج شد همین تخم ها میاین و تبدیل میشن به لارواهایی که دوباره این لارواها یک میزبان دیگر انتخاب میکنن که او حلزون هست و داخل بدن حلزون میشن و بعد از یک سلسله مراحل همین لاروا دوباره از حلزون خارج میشه، دوباره در محیط قرار میگیره و دوباره حیوان دیگه‌ای که سالم هست، او حیوان از طریق خوردن آب، از طریق خوردن علف ها همین لاروا در بدن او میره و او را مصاب میسازه به همین مشکلی که به نام کرم جگر گوسفند یاد کردیم. خب شاگرد عزیز، نوع دیگه ای که عبارت از کرم کدودانه می باشه یک بحث بسیار کلان هست. ما درباره کرم کدودانه روز بعدی میخوانیم. امروز دانستیم در انواع کرم های پهن درباره شیستوزوما و نوع دیگه ای که عبارت از کرم جگر گوسفند بود معلومات به دست بیاریم. آیا همگیتان درس امروز را یاد گرفتین؟ کس سوال داره؟ خب بگو صدف جان سوالتا. شیستوزوما چه قسم داخل بدن انسان میشه؟ بسیار خوب شاگرد عزیز، صدف جان میگه که خود شیستوزوما چه قسم وارد بدن انسان میشه. صدف جان، شیستوزوما لارواهایش میایه پوست بدن انسان را سوراخ میکنه، یعنی از طریق پوست بدن انسان داخل بدنش میشه، بدن داخل خون میشه و میایه خود را به دیواره روده خود میرسانه. یعنی نحوه ای که داخل بدن انسان میشه از طریق پوست بدن انسان هست. خود شیستوزوما لارواهایش پوست بدن انسان را سوراخ میکنه، از طریق خون خود را به دیوار روده میرسانه و امو مسیر عبور خون را میبنده، مسدود میسازه، باعث خونریزی در روده میشه، باعث صدمه رساندن به جگر میشه و باعث میشه که در خون همی شخص وقتی که این کرم موجود باشه بیشتر و بیشتر تکثر کنه، بیشتر تخم گذاری کنه و این تخم ها از بدن همی شخص دفع میشه و از طریق مواد غایطه و از طریق ادرار اطراح میشه و دفع میشه و به محیط قرار میگیره و زمانی که دوباره همی سکل طی میشه یا همی دوران دوباره طی میشه که اشخاص دیگه هم
مصاب شوند. پس گفتیم که لاروها کجا را انتخاب میکنه؟ خود پوست بدن انسان را انتخاب میکنه و او را سوراخ میکنه، داخل خون میشه. جواب تو گرفتی صدف جان؟ بسیار خوب. خب شاگرد عزیز، ما امروز درباره شیستوزوما و درباره کرم جگر گوسفند خواندیم. یک مشابهتی که بین هر دوی اینا بود که یک دوران را طی میکنه. همین طی کردن دوران برای ما این را نشان میده که باعث میشه ادامه داشته باشه، باعث میشه که انسان یا حیوان دیگر را مصاب بسازه و این مشکل نزد او هم ایجاد شود. و فهمیدیم که مصاب شدن همگی به علت موجودیت یا گفتم میتونیم به علت طرح شدن خود تخم ها در ادرار و دفع شدن از مواد غایطه هست. زمانی که از طریق ادرار و مواد غایطه امی تخم ها به محیط میرسه، از محیط دوباره میره و میزبان دیگر انتخاب میکنه، حلزون هست و بعد از طی مراحل دوباره پس به محیط آزاد میشه و از طریق محیط یک حیوان در کرم جگر گوسفند و یک انسان در شیستوزوما دوباره به او مصاب میشه و میتونه که مریضی در وجودش ایجاد شود. پس این بود موضوعاتی که ما درباره شیستوزوما و کرم جگر گوسفند خواندیم. امیدوار هستم همتون این موضوع را یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز، شما مو تصاویر را خوب دقت کنین در کتابتان، تصاویر را خوب ببینین، امو دوران را وقتی خوب متوجه باشین کاملا میتونین بفهمین که مفهوم درس امروز چی هست. شما چندین باری درس را بخوانین و تکرار کنین تا اینکه خوب صحیح یاد بگیرین و آماده باشین که روز بعدی نوع سوم را در کرم های پهن که کرم کدودانه هست را هم بخوانیم. شاگرد عزیز، کارخانگی که بر شما میتونم شامل 3 سوال هست. در سوال اول انواع کرم های پهن نام میگیرین، اونایی که شما آشنا هستین و نوع پارازیتی هستن. در سوال دوم درباره شیستوزوما و دوران حیاتش معلوماتتان نمیتین و در سوال سوم درباره کرم جگر گوسفند چیزی که یاد گرفتین معلوماتتان نوشته میکنین. روز بعدی کارخانگی‌هایتان رو در کتابچه‌های همتان میبینم. تا درس بعدی با یک موضوع جدید، همه شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.